سلام. توی این آموزش می‌خوایم با هم مراحل ثبت نام و ساخت حساب کاربری در وبسایت باکسو قدم به قدم مرور کنیم. اول از همه وارد صفحه ورود بشین. اگه هنوز حساب کاربری ندارین، کافیه روی گزینه ساخت حساب کاربری کلیک کنید. در این مرحله شما میتونید با استفاده از شماره موبایل یا ایمیل حسابتون رو بسازید. ما توی این آموزش از شماره موبایل استفاده می‌کنیم، چون کد فعالسازی از طریق پیامک براتون ارسال میشه. حالا نام و نام خانوادگی خودتون رو به صورت کامل و فارسی وارد کنید و برید مرحله بعد. کدی که براتون ارسال شده رو وارد کرده و روی دکمه ثبت کلیک کنید. حساب کاربری شما ساخته شد. توجه داشته باشید که این کد یک بار مصرف تا زمانی که رمز عبور جدیدی نسازید به عنوان رمز عبور حساب شما هم محسوب میشه. برای امنیت بیشتر بهتر رمز عبور خودتون رو تغییر بدید. همینطور برای ثبت سفارش، عقد قرارداد و دریافت فاکتور رسمی لازم اطلاعات حساب کاربریتون رو هم تکمیل کنید. این کار ساده و سریع انجام میشه. بعد از اینکه وارد سایت شدید، برای رفتن به بخش اطلاعات کاربری 2 راه دارید. یا از منوی پنل کاربری وارد بشید، یا روی پیامی که بالای صفحه ظاهر میشه و دکمه احراز هویت داره کلیک کنید. اگه هنوز احراز هویت نکرده باشید، گزینه احراز هویت براتون نمایش داده میشه. با کلیک روی اون، فرم تکمیل اطلاعات باز میشه. اینجا باید مشخصاتی مثل کد ملی، تاریخ تولد، جنسیت و چند مورد دیگر رو وارد کنید. بعدم درخواست احراز هویت رو ثبت کنید. اطلاعات شما حداکثر تا 24 ساعت کاری بررسی میشه. بعد از تایید میتونید بدون محدودیت از همه خدمات وبسایت باکس استفاده کنید. ممنون که همراه ما بودید. حالا میتونید وارد حساب کاربری خودتون بشید و از امکانات وبسایت استفاده کنید و از تجربه کاربری خودتون لذت ببرید.